سلام بچه‌ها، چطورید؟ امیر هستم. به ویدیو دیگه از GTA V خوش اومدین. امروز برگشتیم با راهنمای 100% کامل کردن GTA V. اونایی که میخوام مثلا بگن آره مثلا GTA تا ته رفتم دیگه چیزی نمونده، 100% کردن گزینه خوبیه و اونایی هم که توی کنسول میخوام تروفی پلاتینیوم بازی رو بگیرن باید بازی رو حتما 100% بکنن. یکی هم مثلا دوست داره 100% کنه میفته سراغش 100% میکنه. ببینید در حالت کلی با 100% کردن بازی شما باید 4 تا کار رو انجام بدید. 4 تا مرحله است. مرحله اول، گزینه اول در واقع تکمیل کردن مراحل داستانی و استرنج فریکس. مرحله دوم تمام کردن هابیز اند پستایم. مرحله سوم رندوم ایونت هاست و مرحله چهارم میسلینیوس هاست، یعنی اونایی که حتما باید خودتون بخواید انجامش بدید، شانسی نمیشه. از قسمت اول شروع میکنیم. قسمت اول که خب طبیعتا شما باید 67 تا مرحله اصلی بازی رو تمام بکنید. به علاوه اون 5 تا مرحله اساسینیشن لستر. تا اینجا راحته، اوکی، کار زیاد سختی نیست. بعدش میریم سراغ مراحل فرعی. ببینید برای 100% کردن GTA V فقط فرانکلین مهمه. خودتون اذیت نکنید، نید مراحل فرعی ترور و مایکل رو برید. فقط مراحل فرعی فرانکلین واسه 100% کردن بازی لازم، فقط بیوتی روی فرانکلین. اوکی، میریم از مراحل فرعی فرانکلین شروع میکنیم. مراحل استرنج فریکس فرانکلین شروع میکنیم. تمام کردن 5 تا مرحله تونیا. تونی همون زن است که شوهرش مریض بود، باهاش میرفتیم یدک کشی، اگه تو ویدیو یادتون باشه. 5 تا مرحله یدک کشی رو انجام میدیم. 2 تاش راحتی انجام میدید. 2 تای بعدیش یعنی سوم و چهارم باید از طریق تلفن بهش زنگ بزنید که مراحل رو فعال کنه و مرحله بعدش هم که خودش براتون میاد. مرحله آخرش 5 تاست کلا. بعدش باید برید سراغ مرحله شیفت ورک که واسه فرانکلین شخصیت هاو که با تمام کردن این مرحله مسابقات شبانه برامون بازی میشه که اونم برای 100% کردن بازی لازمه. این مرحله شیفت ورک هم تمام میکنیم. گزینه بعدی میریم سراغ مراحل فرعی بیورلی، همون عکاسی که کلاه کپ برعکس گذاشته که بگم 5-6 تا مرحله از اونم باید از این و اونو عکس بگیریم و اینجور چیزا. پاپاراسیه. این هم باید انجام بدید. مرحله بعدی تمام کردن مرحله استارت این واینوود. واسه اینکه مرحله رو باز بکنید باید 50 نامه مخفی بازی رو پیدا بکنید که همون سمت راست بالا الان کارتش براتون میاد. فکر کنم 1-2 هفته پیش در موردش ویدیو گذاشتم. با این ویدیو برید مرحله رو انجام میدید. بعدش مراحل گرس میشن های شخصیت بحری، همون مرد میان سال عینکی است که مواد میفروشه، این گل و اینا میزنه. کلا 2 تاست برای فرانکلین، باید 2 تا رو انجام بدید. مرحله زیاد سختی هم نیست. مرحله بعدی مریان، همون زن بلونده که ورزشکار میدوه، فقط 2 میدانی انجام میده. یه مرحله واسه فرانکلین داره که بالا سمت پالیتوبه، سمت چپ بالای مپه، باید انجامش بدید. اینا حتمیه، باید اینا رو انجام بدید. بعد میرسیم مراحل 2 تا مرحله اومگا. رفقا این یکم اومگا قضیهش پیچیده است. اومگا مرحله اولش رو باید انجام بدیم. میگه مرحله اولش میگه باید 50 تا قطعه فضایی رو برام بیاری و وقتی 50 تا قطعه فضایی رو میارید مرحله بعدیش براتون باز میشه. حالا در مورد این آخر ویدیو توضیح میدم براتون. بعدش باید 4 تا مرحله دام رو انجام بدیم. یا همون یارو چتر بازه هست که توی مراحل فرعی سگ میاد دنبالمون میبره ما رو باش آشنا میکنن. اونایی که ویدیوی فرعی رو دیدن میدونن چی میگم، ویدیوی واکتور بازی. 4 تا مرحله رو انجام بدیم. فقط مرحله آخرش یکم توضیحات داره که جلوتر بهتون میگم و بعدش تمام میشه. میریم سراغ گزینه دوم، یعنی هابیز اند پستایم. گزینه اول هابیز اند پستایم توی همه مسابقات تیراندازی مدال بیارید. یعنی می توی شوتینگ رنج مثلا قسمت پیستول ها یه پیستولی رو انتخاب میکنید. 3 تا مرحله داره، 3 تا مرحلهش مدال میارید. بعد میرید مثلا سراغ رایفلا، یه رایفل انتخاب میکنید، 3 تا مدال میارید. میرید سراغ نمیدونم شاتگان ها، 3 تا مدال میارید. توی تصویر میبینید راحت‌تر متوجه میشید. بعدش تنیس رفقا، باید شما یه مچ کامل تنیس رو یه گیم کامل تنیس رو ببرید که 6 تا رانده. بهتون پیشنهاد میکنم که یا با آنلاین که دوستاتون بازی کنید که دوستاتون کمکتون کنن نزنن، شما ببرید. با مایکل با آماندا بازی کنید، با زنش الان شد. اینا رو میتونید شخصیت متفاوت انجام بده. فقط مراحل فرعی رو باید فرانکلین انجام میداد.
بعدش میرسیم به مراحل گلف. باید توی بازی گلف 9 بار توپ گلف رو وارد سوراخ بکنید. یه مچ کامل گلف کلا 9 تا سوراخ، 9 تا چمنه که باید همش رو ببرید، به شرطی که آخر بازی وین بگیرید. باید وینر بشید توی بازی درست بشه. بعدش میریم سراغ دارت. اوکی، گزینه بعد اون بازی کردن و بردن دارته. توی کل بازی تنها جایی که میتونید دارت بازی کنید توی سندی شورت یه باری هست که اولین بار با ترور میریم اونجا، یه زن است، فقط اونجا میتونید دارت بازی کنید، باید اونم ببرید. بعدش میرید توی استریپ کلاب با یکی از بانوهای بسیار محترم استریپرمون یه پرایوت دنس میگیرید و اگه خواستید تا تهش نگه میدارید که یه گزینه دیگه که برای 100 دسته کردن بازی لازم باشه، یه راه دیگه هم هست. بعدش باید کل هلی جامپ ها رو انجام بدید. الان این توضیحات دام به درد میخوره. ببین هلی جامپ ها مراحلی هستند که با چتر از آسمون باید مراحل انجام بدید. کنم کلا 14 تا یا 16 تا است که باید همه رو انجام بدید. با تموم کردن همه هلی جامپ ها مرحله آخر شخصیت دام یا همون چتر بازه برامون باز میشه. توجه کن این دوتا به هم دیگه مربوطن، این دوتا رو باید حتما انجام بدید، دوتاش هم لازم برای 100% کردن بازی. بعدش میرسیم سراغ مراحل مسابقات خیابونی شبانه که بعد اینکه با مرحله شیفت ورک رو تمام میکنه واسه فرانکلین باز میشه. کلا 3 تا مرحله مسابقات خیابونی داریم که نیازی حتما اول بشید، مدال بیارید کافیه. بعد مسابقات خیابونی مسابقات آفروده که کلا 6 تاست توی سندی شورتز، توی قسمت صحرایی مپمون اونم 6 تاست، باید 6 تا مدال بیارید. فرقی نداره که نمیدونم طلا باشه، برنز باشه، نقره باشه، فقط مدالش رو بیارید. بعدش هم مسابقات آبیه که 3 تاست و با جت اسکیه، اینم کار زیاد سختی نیست. بعد میرسیم به مراحل مسابقات سگانه که ترکیب شنا و دوچرخه سواری 2 میدانیه پشت سر هم، کلا 3 تاست. یه دونش توی ساحل وسپوچی پیچ نزدیک فرودگاهه، 2 تاش هم که داخل سندی شورت نزدیک خونه اول تروره. بعد اینکه اینم انجام میدید میرسیم به کلاس‌های خلبانی. شما با ترور حتما با ترور انجام بدید چون ترور راحت‌تر خلبانی کردن باش. میرید فرودگاه لس ساندوز، یه علامت هواپیما هست، برید روی اون 12 تا کلاس 12 لسن، این 12 تا رو باید حداقل توش مدال برنز رو بیارید، هر کدوم 12 مدال باید بیارید. بعد این میرسیم به رندوم ایونتس ها. رندوم ایونتس ها کار زیاد سخت نیستن. توی بازی کلا 57 تا رندوم ایونت، 57 تاست که کل لس ساندوس از این 57 تا باید 14 تاشو یا 17 تاشو 14 تاشو باید 14 تاش انجام بدید. مثلا توی مپ میرید یهو یه علامت آبی ظاهر میشه، مثلا ماشین پول رو باید بهش بتله کنید، پول رو بردارید. یا مثلا میرید لباس فروشی میبینید یکی داره از اونجا دزدی میکنه، سرقت میکنه، کیف پول رو برمیگردونه، از ایناست. توی یه ساعت انجام میدید، کار زیاد سختی نیست. بعد اینا میرسیم به قسمت آخرمون، یعنی شرط آخرمون برای 100 دسته کردن بازی، قسمت میسلینیس یا اونایی که حتما باید بیافتید روشون تا انجامشون بدید. گزینه اول خرید 5 تا ملک از کل لس سانتوسه. شما میتونید توی بازی ملک بخرید، فروشگاه بخرید، نمیدونم سایت بخرید، مغازه بخرید، کلی خرید میتونید انجام بدید، گاراژ بخرید، خونه بخرید. 5 تا از اینا بخرید، فرقی نداره. 2 تا با فرانکلین بخرید، نمیدونم 3 تا با ترور، 6 تا با مایکل، اینا فرقی ندارن. بعد اینا میید از توی وبسایت یه دونه چیز میخرید، یه وسیله نقلیه میخرید، حالا فرقی نداره، دوچرخه بگیرید، موتور بگیرید، کشتی بگیرید، ماشین بگیرید، یه چیزی از سایت بگیرید. و واسه اینکه از سایت خرید بتونید بکنید حتما باید گاراژشون رو بخرید. اینم گزینه نکته‌ای که باید بدونید. بعد میرسیم به سگ فرانکلین چاپ. باید با چاپ بازی کنید که میرید روش راست کلیک میزنید، ای رو نگه میدارید، چاپ میاد دنبالتون، میرید باش بازی میکنید. اینم کار زیاد سختی نیست. بعد شما باید برید با قانونای بسیار محترمی که شبا کنار خیابون وای میستن یه سرویس شبانه ازشون بگیرید. یه فهمید دیگه چی گفتم، زیاد کشش نمیدم. و بعد این باید با یکی از این بانوهایی که توی استریپ کلاب قسمت قبلی بهتون گفتم استریپ کلاب دوست شدین، بهش زنگ بزنید و برید خونش که اینم اوکی بشه. بعدش میید از یه مغازه دزدی میکنید، یه مپ مغازه به صورت یه سبد خرید که میید توش سلاحو میگیرید سمت فروشنده و صندوق خالی میکنه بهتون. کار زیاد سختی نیست.
الان 3 تا چالش داریم بعد اینکه اینو سخته. شما باید 25 تا از 50 تا رد شدن از زیر پل با هلیکوپتر هواپیما رو انجام بدید که یک هم زمانبر زیاد سخت نیست. 25 تا از 50 تا. بعدش باید 8 تا از 15 تا نایت فلایت انجام بدید، یعنی به صورت افقی از برجکایی که توی اینور اونور لس سانتوس قرار داده شده که سعی میکنم یه سایتی براتون پیدا کنم که همه اینا رو داشته باشه، توی توضیح براتون بذارم، از توی سایت انجام بدید. از بین برج‌ها 2 تا برج به صورت افقی رد بشید با هلیکوپتر هواپیما. پیشنهاد می‌کنم حتما با یه جت از ارتش بدوزید، با اون برید که بتونید راحت کنترلش بکنید. گزینه بعد اینه که باید از 25 از 50 تا استانت جامپی که باید با ماشین و موتورسیکلت بپرید انجام بدید. این یکم سخته چون باید هی قبلش یه سیو بگیرید که از اونجا دوباره ریلود بکنید، چون بعضیش باید مکان خاصی فرود بیایید، مثلا با موتور باشه، ماشین باشه، اینا خاصن، اینا رو باید بدونید. پس قبلش لود بکنید، بعدش دوباره اگه نتونستید دوباره از اول انجامش بدید. بعدش یه بار تنهایی سینما برید، بشین اول فیلم که پخش شد تبلیغش اومد بیاید بریم، چیز خاصی نیست. گزینه بعدی یکم سخته، زمان بره. شما باید با یکی از دوستاتون مثلا زنگ بزنید، با فلانی مثلا به لامار زنگ بزنید، با اون باری که با لامار بیرونید به سینما برید، به بار برید، به استریپ کلاب برید و برید با همدیگه دارت بازی کنید. هر 4 تا اکتیویتی رو باید تو یه بار انجام بدید. اینقدر کار زیاد سختی نیست. حالا برسیم به 2 تا از کارکتیویزهای مهم بازی. واسه 2 تاشون هم ویدیو ساختم. 2 تاش هم سختیش یکیه. یکی که پیدا کردن 50 تا قطعه نامه است که این 50 تا توی قسمت میسلینیوس هاست که اینا رو باید جمع بکنید و بعدش هم مرحله فریش که بعدش بازی میشه، مرحله فری بازی که هم باید 50 تا نامه رو پیدا بکنید برای 100% کردن بازی و هم مرحله فری که استارت آف د واینوود رو باز میکنه اونم باید انجام بدید. اوکی، پس شما با تمام کردن 50 قطعه نامه هم یکی از گزینه‌های قسمت میسلینیوس رو تمام کنید، هم مرحله استارت این د واینوود که قسمت اول گفتم واسه مراحل فری بازی لازم بوده رو هم تمام میکنید. گزینه بعدی هم که پیدا کردن 5 قطعه فضاییه که باید پیدا بکنید، هم جز میسلینیوس هاست، حتما باید پیدا بکنید و پیداشو میکنید. مرحله دوم اومگا هم باز میشه که توی قسمت استرنج فریکس باید انجامش بدید. حالا برسیم به اینکه براتون چیا میده بعد این همه این کارا رو انجام میدید. همه این کارا رو که انجام میدید رفقا، اول از همه شرط نارنجی رنگ به فرانکی میده که روش نوشته 100%. بعدش توی قسمت‌های یه دونه بالای فورت زانکودو ارتش لس سانتوس و بالای کوه چیلیاد 2 تا UFO یا همون بشقاب پرنده ظاهر میشه. بهترین چیزش اینه که یه مدت که میگذره علامت سوال براتون اضافه میشه که مرحله پاگونده که آخر بازی بعد اینکه 100% کردید براتون میاد. امیدوارم به درد خورده باشه. بهتون پیشنهاد میکنم یه چک لیست بسازید، مثلا بغلش یه تیک بذارید، هر کدوم انجام دادید یه تیک بغلش بزنید، بدونید کدوم انجام دادید کدوم انجام ندادید، کارتون راحت‌تر میشه. و همچنین یه راهنمایی خیلی خوب میتونم بهتون بکنم، توی قسمت استاتس زده 100% چک لیست، اونو باز کنید. 4 تا نوار براتون داره که همینجوری که گفتم رندوم ایونتس و استرنج فریکس و مین میشنن لستر اساسینیشن با رندوم ایونتس. خیلی به دردتون میخوره، حتما استفاده بکنید، به شدت به دردتون میخوره. امیدوارم ویدیو براتون مفید بوده باشه. ببخشید یکم خیلی وقت ویدیو نگرفتم واسه این اتفاقی که افتاده، فرصت نکرده بودم اینور اونور شه دیگه، شما ببخشید. دمتون گرم ویدیو دیدید. یادتون نره حتما ویدیو لایک کنید، کامنت بذارید، سابسکرایب بکنید، ما رو به دوستاتون معرفی بکنید و همین از این بعد میریم سراغ مات‌ها و رازهای متفاوت جی تی ای. امیدوارم از ویدیو لذت بردید. از سمت راست 2 تا ویدیویی که در مورد 50 قطعه فضایی و 50 تا تیکه نامه رئیس جمهور که برای 100% کردن بازی لازمه رو ببینید. دمتون گرم. ویدیو بعدی میبینمتون. See you later guys.